نوین مستر، طراحی وب بدون کدنویسی. و درود فراوان، وقتتون بخیر دوستان. توی این جلسه میخوام بهتون آموزش بدم چجوری میتونید ورژن وردپرستون رو از روی سایتتون حذف کنید. این کار به خاطر بحث‌های امنیتی انجام میشه، چرا که ممکنه گاهی اوقات توی بعضی از ورژن‌های وردپرس مثلا یک باگی به وجود بیاد و هکر با توجه به اینکه میاد ورژن سایتتون رو چک میکنه میتونه از طریق همون باگ به سایتتون نفوذ کنه. حالا ورژن سایتمون رو از کجا میتونیم ببینیم؟ سایتتون رو باز میکنید، کلیک راست میکنید و گزینه ویو پیج سورس رو میزنید. اگر اینجا کنترل F بزنید و وردپرس رو سرچ کنید ببینید که ورژنش رو اینجا بهتون نشون میده. ببینید جنریتورش زده 661. الان ورژن این سایت من 661 هستش. ممکنه توی این ورژن یه باگی به وجود اومده باشه که هکر به همین سادگی میتونه ورژن وردپرستون رو چک کنه و از طریق همین باگ به سایتتون نفوذ کنه. حالا برای اینکه ما این ورژن رو از اینجا حذف کنیم کافیه این قطعه کد رو به فایل قالبتون اضافه کنید. من کپیش میکنم، وارد هاستتون میشید، مثل همیشه وارد پابلیک HTML، پوشه WP کانتنت، پوشه تم و قالب فعال سایتتون رو انتخاب میکنید. فایل functions.php رو کلیک راست ادیت میکنید و کدتون رو اینجا وارد میکنید. من سیو میزنم. حالا اگر یک بار همین کدها رو من رفرش کنم و مجدد کنترل F بزنم میبینید که کد رفتش. حالا کنترل F هم بزنم ببینید اون ورژن وردپرس دیگه رفت. پس به همین راحتی شما میتونید ورژن وردپرستون رو از داخل سایتتون حذف کنید که هکر نتونه به سایتتون نفوذ کنه. امیدوارم این آموزش هم براتون کاربردی بوده باشه. تا ویدیو آموزشی بعدی، بدرود.